تو تنها نیستی. این است پیام سازمان خیریه با نام نچلشکا که روز 6 اپریل برای مردم بیخانه و در شهرهای مسکو و سنت پتربورگ روسیه خلطه‌های کمک بشری را تقدیم کرد. 120 خلطه با کنسرو، مکرون، شیرینی و اشیای سانیتری برای 2 شهر عظیم روسیه قطره در بحر است. اما رئیس نچلشکا در مسکو میگوید شاید سازمان‌های دیگری خیریه هم به این چاره‌بینی همراه شوند. داریا بابایکووا میگوید احوال مردم بیخانه و در که در روسیه با نام بامژ معروف میباشند خیلی ناگوار شده است. این قبیل مردم خانه ندارند. در گذشته آنها می توانستند شب را در ایستگاه روی آهن سپری کنند و دست و رویشان را در حاجتخانه فروشگاه‌های بزرگ شویند. حالا همه جا بسته است. هفته گذشته در روسیه رژیم گوشه‌نشینی آغاز یافت که تا آخر ماه اپریل ادامه می‌کند. داریا بابایکووا میگوید در شرایط کرانتین راه‌های معمولی تأمین مردم بیخانه با غذا خطرناک میباشند. مردم بیخانه مسئولیت ضعیف دارند. سرایت کرونا ویروس آنها را با تهدید روبرو کرده است. بر پایه آمار سازمان نچلشکا در روسیه تا 1.5 میلیون شخصی محروم از خانه و در به سر میبرند. دولت هم برنامه کمک به این طبقه را طرح‌ریزی کرده است، ولی افرادی که با خبرگزاری ریترز هم صحبت شده اند شکایت دارند که دولت در فکر آنها نیست. زندگی برای ساکنان مسکو دشوارتر شد. من از چیزی خف ندارم، برای من فرق ندارد. من به آن هم در کوچه زندگی دارم. دولت برای ما کاری را انجام نداده است. روز دوشنبه ستاد مبارزه با کرونا ویروس در روسیه اطلاع داد که در یک روز اخیر 954 حادثه نوی سرایت این بیماری به قید گرفته شده. شماره عمومی مردم گرفتار کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به 6343 نفر رسیده است. مرکز سرایت در روسیه شهر مسکو است که در آن کمش 591 گرفتار کووید 19 ثبت شده است. ستاد علاوه کرده است که تاکنون در روسیه از کووید 19 کمش 47 کس به هلاکت رسید.